سلام، به مجله اقتصادی هفته شماره 1 خوش اومدید. اینجا با من پدرام قرار مهمترین اخبار اقتصادی هفته رو تحلیل و بررسی کنیم. هیچ چیز در دنیا در اقتصاد مهمتر از تورم آمریکا نیست. و طبق آخرین گزارشات نرخ CPI آمریکا به 2.4% افزایش پیدا کرده. این نرخ تورم CPI یا همون شاخصی که افزایش قیمت و خدمات رو در آمریکا داره نشون میده به عدد 2.4% رسیده و این به ما این نوید رو داره میده که نرخ تورم آمریکا به یه چیزی کمتر از حدود 3% کاهش پیدا کرده و این رقم بی سابقه‌ای در طول 3-4 سال گذشته هستش. حالا چرا این اتفاق برای ما مهمه؟ چون به احتمال زیاد دیگه فدرال رزرو قرار نیست سیاست‌های انقباضی رو پیش بگیره و بخواد نرخ بهره رو افزایش بده. لذا با کاهش نرخ بهره به دنبال سیاست‌های انبساطی هست که البته این کاهش نرخ بهره همونطور که من توی ویدیوی دیگه گفتم باعث کاهش ارزش دلار میشه و وقتی ارزش دلار کاهش پیدا بکنه 3 بازار در دنیا تقویت میشن. ابتدا بازار طلا به علت کاهش ارزش دلار و همچنین تنش‌های ژئوپلیتیک تو این اواخر داره قله‌های جدیدی رو فتح میکنه و قیمتش همینطور داره روز به روز افزایش پیدا میکنه. دومین بازارهای کریپتو هستش و خب مخصوصا بیت کوین که یکی از امن‌ترین رمزارزهای داخل بازار هستش که تو هفته گذشته چیزی در حدود 65 تا 66 هزار دلار رو هم دیدش. و آخرین بازار ارزها هستش. در مقابل دلار ما 2 تا ارز معتبر و امن در دنیا داریم، فرانک و ین ژاپن. وقتی درخواست برای خرید فرانک و ین ژاپن در دنیا زیاد میشه یعنی ارزش دلار کاهش پیدا کرده و خب همیشه و تقریبا در خیلی از موارد به علت سیاستایی که بانک مرکزی اون کشورها در نظر گرفتن معمولاً ارزش ین ژاپن و فرانک سوئیس همیشه پایدار هستش. لذا وقتی تقاضا برای خرید این 2 تا ارز زیاد میشه داره به ما این موضوع رو اطلاع میده که ارزش دلار کاهش پیدا کرده و ارزش دلار زمانی کاهش پیدا میکنه که نرخ بهره کاهش پیدا بکنه و این نوید رو بهتون میدم که فدرال رزرو اگر هم کاری نخواد انجام بده دیگه حداقل نرخ بهره رو با توجه به کاهش تورم افزایش نخواهد داد و این یکی از بهترین فرصت و پنجره برای ورود به بازارهای مالی دیگه‌ای هستش که میخوان از این فرصت استفاده کنن جهت سودسازی. اما خبر مهم دیگه‌ای که تو هفته گذشته اتفاق افتاد کاهش نرخ صادرات چین بودش. این کاهش نرخ صادرات خب یکی از دلایلش همون کاهش تقاضا هستش و یکی دیگه هم تنش‌های ژئوپلیتیکی کلاً تو دنیا الان متاسفانه باهاش درگیر هستیم. روسیه و اوکراین، چین و تایوان، ایران و اسرائیل. این تنش‌ها شاید در ظاهر فقط یک تنش یا یک جنگ باشه اما در باطن برای کشورهای بزرگ دنیا دردسرساز هستش، مخصوصا وقتی یک طرف این تنش‌ها یک ابرقدرت اقتصادی مثل چین باشه. همچنین در کنار این که این کاهش نرخ صادرات برای چین که در حدود 8 تا 8% کاهش پیدا کرده، کاهش تولید ناخالص ملیشون هم اتفاق افتاده که چیزی در حدود 4.4% به نسبت مشابه پارسال کم شده. 4.4% کاهش GDP چین، حالا من بخوام با کمی اغراق بگم میشه کلا اون 4.4% در حقیقت تولید ناخالص ملی خودمون هستش و عدد بسیار بزرگی هست تقریبا و همینطور نباید سرسری ازش رد شد. اما در کنار این اتفاقات منفی که برای چین داره رخ میده، چین در یک بازار بسیار قوی داره ظاهر میشه. همونطور که آمریکا بیشترین ذخایر نفت داره که چیزی در حدود 400 میلیون بشکه بهش اشاره میکنن و اعداد بیان میشه، چین هم بزرگترین وارد کننده طلا هستش و هر ماه داره یه رقم بسیار بالایی طلا خریداری میکنه و تقریبا چیزی که برای من مشخص هستش این هستش که در مقابل نفت آمریکا چین داره ذخایر طلاشو داره زیاد میکنه که قدرت و تاباوری در مقابل فشارهای اقتصادی آمریکا رو بتونه داشته باشه و اگر روزی کار به اونجایی بکشه که آمریکا بخواد به صورت یک طرفه قیمت جهانی نفت مشخص کنه، چین هم میتونه بازار طلا رو دستش بگیره و اینطوری بالانس رو ایجاد کنه با آمریکا. اما خبر بعدی هم خب در خصوص نفت هستش. با توجه به تنش‌های اخیری که تو خاورمیانه هستش که اصلا همه چی به هم دیگه خورده و ما نمیدونیم چه خبره، کلا باعث شده که قیمت نفت افزایش پیدا کنه. این افزایش قیمت نفت خب در ابتدای اینکه ایران به سمت اسرائیل موشک شلیک کردن اتفاق افتاد اما مقطعی بود و تقریبا تا 24 تا 48 ساعت برگشت. اما با توجه به اینکه ایران گفته
اگر بخواد اسرائیل به تأسیسات نفتی من حمله کنه، اجازه صادرات نفت از تنگه هرمز رو نمیدم و یا به تأسیسات نفتی سایر کشورها هم ایران حمله خواهد کرد و کلا اجازه اصطلاحاً چه صادرات نفت چه تولید نفت رو نخواهد داد. لذا این همین صحبت باعث افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی شد. اما به آخرین خبر اقتصادی در حوزه بین‌الملل اگه بخوایم اشاره بکنیم، خیلی ممنون و متشکر هستم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید و این مجله اقتصادی شماره 1 رو داشتید نگاه می‌کردید. ممنون میشم ازتون که اگر از ویدیو خوشتون اومده حتما این ویدیو رو لایک کنید. حتما ما رو به دوستانتون اگر امکانش هست معرفی کنید. تو کامنت ها به ما بگید که دوست دارید تو این مجله اقتصادی راجع به چه مواردی صحبت بکنیم و همچنین در پایان ازتون خواهش دارم اگر دوست داشتید ما رو سابسکرایب کنید تا زودتر از هر کسی از ویدیوهای ما مطلع بشید. بریم سراغ ادامه ویدیو که کلی صحبت مونده. کشور هند هستش که شاید در جریان باشید در بحث مربوط به جمعیت تقریبا میگن که تو 1-2 سال گذشته چین رو جا گذاشته و جمعیت بیشتری داره. همچنین یک سری شایعات داره بیان میشه نسبت به اینکه هند تو 10-15 سال آینده چین رو در اقتصاد هم خواهد گرفت و کم کم داریم نشونه‌هاشو داریم میبینیم که اینا شایعات نبوده و حرفای دوراندیشانه بوده اصطلاحاً. علتش هم این هستش که بانک مرکزی یه سری گزارشات خیلی خوب و منتشر کرده که داره نشون میده رشد اقتصادیش بسیار خوب شده هند و یک سرمایه‌گذاری هنگفت در بحث مربوط به زیرساخت‌ها و خدمات داره انجام میده هند که این تأثیری هستش که تقریبا تو سال 2030 به بعد قابل مشاهده هستش و اصلا واسهتون عجیب نباشه که یه روز اگر هند قطب اقتصادی بخواد بشه در حداقل آسیا و جای چین رو بخواد بگیره، چون هم نیروی کار خوبی داره با توجه به جمعیت زیادی که داره، هم به پشتوانه این که باش بلوک شرق و غرب روابط بسیار خوبی داره کشور هند. یعنی هند با چین روابط بسیار خوبی داره، هند با روسیه روابط بسیار خوبی داره، هند با آمریکا روابط بسیار عالی داره، هند با اتحادیه اروپا روابط بسیار حسنه‌ای داره و تنها کشوری که باهاش روابط حسنه نداره پاکستان هستش. لذا خیلی چراغ خاموش و خیلی زیرزیرکانه دارن پیشرفت میکنن و دیگه سعی کنیم به خاطر اون فیلم‌های هندی که میبینیم و مسخرهشون میکنیم مسخرهشون نکنیم، چون به نظرم یه ابرقدرت اقتصادی جدید ظهور خواهد کرد. اما بپردازیم به 1-2 تا خبر اقتصادی مهم داخلی کشورمون که خب خبرهای اقتصادی داخل کشورمون به شدت زیاد هستش. یعنی هر روز کلا ما خبر اقتصادی داریم. اولین خبر که خب مربوط به تورممون هستش. یه سری از حالا کسایی که تو حوزه اقتصادی کار میکنن توی پلتفرم‌های مختلف اعلام کردن که تو مهر ماه تورممون مثلا بیشتر از 40% و یا حالا یه سریای دیگه اعلام میکنن تقریبا بین 30 تا 35%. ببینید عزیزان دلم، کسایی که حالا اصطلاحاً یه زاویه‌ای با دولت یا حکومت دارن اون عدد بیشتره رو اعلام میکنن. کسایی که حالا یه مقدار خیرخواهانه تر نگاه میکنن و کلا دید علمی دارن اونا مثلا حدود 35% رو اعلام میکنن. کسایی که حالا دیگه خیلی شیفته این دولت عزیزمون هستن و سایر موارد مثلا میان میگن 30%. اما دقت کنید، حالا شاید هر 3 تا عدد درست باشه، اما اونی که میاد میگه مثبت 40% میاد مثلا در یک کالای خاص اینو بررسی میکنه. یعنی مثلا میگه شما فرض کنید، دارم مثال فقط صرفا میزنم جهت اینکه شما متوجه بشید، میگه که مثلا یه بیسکویت نسبت به ماه قبل یا نسبت به مهر ماه سال قبل 40% افزایش قیمت داشته، پس تورممون 40% هستش. لذا این فقط توی کالا هستش که داره اشاره میشه، چون ممکنه از توی کالا ما 10% افزایش قیمت داشته باشیم، توی کالایی مثلا مثل بنزین اصلا 0% افزایش قیمت، توی کالایی هم مثل همون بیسکویت یا مثل یه مواد غذایی 50% و میانگین اینها اوریج اینها میشه همون 35% که منم تقریبا نظرم روی همون 35% هستش. اما تنها چیزی که خوب مشخص است این هستش که 30% هم نرخ تورم بسیار بالایی هستش و امیدوار هستم که خیلی زودتر این برگرده حداقل به بین 10 تا 20%. البته نه با تحریم ها که نمیشه، بعید میدونم بخواد بشه، با رفع تحریم ها بخواد این بین 10 تا 20% برگرده. اما یکی دیگه از اتفاقات خوبی که تو اقتصاد کشورمون داره رخ میده افزایش نرخ نیما هستش و تقریبا داریم میبینیم که داره به حوالی 50,000 تومان 48,000 تومان داره میرسه. خب این موضوع خیلی میشه راجع بهش مثلا یه ویدئویی باید ساخته بشه که مفصل بخوام صحبت بکنم، اما فقط در همین حد اینجا بهش اشاره میکنم که اول جلوی فساد رو میگیره، چون خیلی از شرکت ها بود، شما بیشتر از من از اخبار مطلع هستید، با دلار نیما وارد میکنن با دلار آزاد میفروشن و یه 10-15 هزار تومان این وسط سود خالص میشه واسهشون، با اینکه کار غیر قانونی هست.
چون دارن از سوبسید دولتی دارن استفاده میکنن. و دومین موردش هم تاثیر بر روی گزارش‌های مالی هستش که کارخونه‌های بزرگمون یا صنایع بزرگمون میدن و این گزارش‌های مالی رفته رفته واقعی‌تر میشه، چون قبلا با $1 ارزان‌تری مواد اولیه رو تهیه می‌کردن و خب با یه رقم دیگه این مواد فروخته میشد. الان به واسطه اینکه این نرخ دلار نیما داره زیادتر میشه، هم اولا گزارش‌های مالی به نظر با یه درصد سود بالاتری منتشر خواهد شد و سودسازی کارخونه‌ها بیشتر میشه که خب تو این بحث سودسازی کارخونه‌ها، صنایع و کلا معادن و پتروشیمی هایی که داریم تاثیرش عزیزایی که مثلا تو بورس فعال هستن به زودی خواهند دید. من تو این موضوع خیلی ساده فقط بهتون این موضوع توضیح دادم. حتما یه ویدیو بعداً راجع به بحث دلار نیما و دلار آزاد، حالا انواع اقسام دلارهایی که داریم خواهم ساخت، اونجا دقیق‌تر بهش اشاره کنم. و اما آخرین خبر اقتصادی داخلی کشورمون در بورسمون هستش که خب هفته بسیار پرتلاطمی رو گذرون. همونطور که میدونید تقریبا دلار و تتر 63-64 هزار تومان رسیده بودن تو این هفته، به خاطر بحث این که ما شبا یه آسمون کلیر میشد، تتر میرفت بالا، روزا مثلا اسرائیل خبر میومد که میخواد به تاسیسات اتمی حمله بکنه، دلار میرفت بالا. همچنین توی بازار بورس به علت اینکه مردم ریسک سیستماتیک رو بالا میدیدن و میترسیدن از اینکه نقدینگی دستشون نباشه اگر یه همچین حمله اتفاق بیفته، سریع از بازار بورس مثلا خواستن خارج بشن. لذا اصلا هفته پرتلاطم و بسیار کیاس و آشوبی بود اصلا و معلوم نبود که چی به چی هست. لذا امیدوار هستم که زودتر این تنش بین ایران و اسرائیل به یه حداقل نتیجه‌ای برسه. حالا هر چی میخواد باشه دیگه، به این نقطه حتی خودم رسیدم که راضیم، هر چی میخواد باشه فقط انجام بشه. یعنی اگر میخواد حمله ای از اسرائیل باشه، جوابی از ما باشه، انجام بشه. اگر میخواد حمله ای نباشه و صلحی باشه، انجام بشه. نمیدونم واقعا و راجبش هم دوست ندارم اظهار نظر کنم، اما واقعا مردم توی این اوضاع اقتصادی دلشون به همین بورس و سکه و دلار و تتر و اینجور چیزا خوش هستش و اصلا درست نیست که به خاطر تاثیرات و جنبه‌های روانی این ریسک‌های سیستماتیک مثل تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ بخواد اینقدر با این دارایی و اموال مردم بخواد بازی بشه و به واسطه یک خبر یک عده سود آنچنانی کنن، به واسطه یک خبر دیگه یک عده ضرر آنچنانی کنن. لذا امیدوار هستم که به زودی این داستان‌ها جمع بشه و کلا کشور روی ریل اقتصادی بیفته و اوضاع اقتصادیمون بخواد به سمت بهتر شدن و کلا بهبود شرایط اقتصادی بخواد پیش بره. خب در پایان این ویدیو هم میخوام خدمتتون عرض کنم این یه بخش ویژه‌ای هستش که از این هفته تدارک دیدیم براتون بخوایم ویدیوهاشو بسازیم، با مجله‌های اقتصادیمون همراهتون خواهیم بود. هر هفته این قضیه بهتر و بهترم انشالله خواهد شد و دوست داریم که تو کامنت ها نظراتتون رو راجع به این مجله به ما بگید که ما هر هفته بتونیم اونا رو اعمال کنیم. امیدوار هستم که تا هفته آینده انشالله سلامت و شاداب و خوشحال باشید و هفته خوبی رو هم سپری کنید. روز و روزگار بر شما خوش باشه.